در فرار از حمام. به سلام آقای کارمند، میخواستم وام بگیرم. چه وامی؟ وام خرید گوشت مرغ. 3 سال گوشت نخوردم خدا شاده. پولم نمیرسه، گفتم اگه وام میدین بخرم بخورم ببینم چه طعمیه. بله، وام خرید مایحتاج میدیم 1,500,000 تومان با سود 39% و با بازپرداخت 1 ماه. ضامن دارید؟ ضامن که مال نارنجکه. وثیقه چطور؟ اگه وثیقه ندارید باید یک فرزندتون رو گروی بانک بذارید. مورد بعدی لطفاً. در ضمن باید برید کالبد شکافی معده بررسی بشه که چقدر وقت گوشت نخوردید. یا ابوالفضل، اگر تمامی شرایطی گفتم قبول میکنید میتونید درخواست وام بدید که انشالله حدود 96 ماه دیگه نوبتتون میشه. من ترجیح میدم تا آخر عمرم گیاهخوار باشم. آقا برو مزاحم نشو، آقای دکتر اومده. آقای دکتر در خدمتتون هستم، امری باشه. یه وام کوچیک میخواستم. شما جون بخوا. چقدر وام؟ 3,000 میلیارد تومان. چشم. 3,000 میلیارد تومان ناقابل تا فردا تو حسابتونه. قصد دارید کارآفرینی انجام بدید؟ نه بابا، وام برای آقازادمه، میخواد ماشینشو عوض کنه. خدا حفظ کنه آقازاده رو. این مبلغ رو پس میدید احیانا؟ نه چنین برنامه‌ای ندارم. در ضمن تو رسانه ها اسمی از من نبرید، بگید 3,000 میلیارد تومان و لولو برد. راستی دکتر، چطور بیتا گیر ندادن؟ تا هم اگه جن خوبی داشتی اسم آقاکارت به اینجا نمیکشید. اگه نمیتونی مثل بابستی برو بمیر. تمام. میخوای باز بسوزم، میخوای کوه یخشم،